قسمت جلو سرشونت رو ایزوله تمرین بدی، بیا یه دونه صندلی یا نیمکت شیبدار بذار، ساپورت کن، تنت یه مقدار به سمت جلو خم کن، ستون مهرات کامل خنثی باشه، شکمت صفر کن، یه دنبل بگیر، کف دستت به سمت بالا باشه، توی دامنه نیمه بالا این حرکت رو انجام بده. عضلات دلتوئید قدامید کامل ایزوله تمرین داده میشه. عضله کمکی هم توی این حرکت قسمت بالای سینه هست. چون دستتون داره به سمت بالا میاد، ترپس فوقانی هم درگیره. این پست رو سیوش کن، مطمئنش به کارت بیاد. پست کاملا تخصصیه. اگه میخوای قسمت پایین دلتوئید میانی تا، یعنی دقیقاً جایی که بازو و سرشونه کات میشه، مورد هدف قرار بدی و تمرین بدی، بیا به بغل بخواب رو نیمکت شیبدار، دمبلا طوری بگی که کف دستت به سمت عقب باشه، حالا نشست جانبو بزن. تو این حالت دقیقاً فشار میفته روی قسمت پایین دلتوئید میانی، همون جایی که بازو و سرشونه از هم کات میشه. این پست رو سیوش کن، تو تمریناتت استفاده کن. اگه حرفه‌ای هستی که قطعاً به کارت میاد، واسه دوستاتم بفرستش. ولی اگه بیایش حرکت شراک دمبلو به این صورت بزنی، یعنی تنت تا حدود 30 درجه به سمت جلو خم کنی، فوروارد کنی به سمت جلو، حالا شونت بدی به سمت بالا و عقب، علاوه بر عضله ترپس فوقانی همون کول، ترپس میانی و تحتانیت هم درگیر میکنی. این حرکت مناسب روزایی که زیر بغل داریه. حالا میتونی روزایی هم که دلتوئید خلفی رو تمرین میدی این حرکت رو انجام بدی. این پست رو سیوش کن که داشته باشی.